میایم به سر سوال هایی که در پیش من است. من اکنون مختصر گویم که خیلی سوال ها زیادم برادر عزیز در خانه ها مونم. خب ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو کی کنم سخن باز. به نام خداوند بخشنده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محترم دام الله حاجی میرزا، ما یک زن و شوهر از شما خواهش می‌نماییم که در حق ما دعا کنید الله ذوالجلال بر ما بندگان فرزندان سالم و صالح و مسلم عطا کند و کل بنده هایش را در رحمت خودش نگه بدارد. با احترام برادر اسلامی شما سعدالله. خدای مهربان این دادر ما که آرزوی و هوس و خواهش فرزنددار شدن دارد، خدای مهربان خودت گفتی یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء ذکورا. آن ذاتی که بچه میتید من هستم خودت اعلان کردی، آن ذاتی که دختر میتید من هستم، آن ذاتی که بچه و دختر میتید من هستم، آن ذاتی که زنای شما را نازآینده میگرداند این من هستم. پروردگارا ما به تو مراجعت میکنیم که برای این برادر ما سعدالله و دیگر برادرانی که در آرزوی فرزند سوختن، دوادو دارن، خیلی تبابت دارن، کوشش دارن، دعا دارن، شب زنده داری دارن، خدای مهربان مراداشان حاصل بگردان. خدای صاحب فرزندی صالحشان بگردان. آمین یا رب العالمین. خداوند نصیب فرزند کند. بسیار بی فرزندی کار مشکل برادر عزیز و گرامی. تا بی فرزند نباشی به قدر فرزند نمیرسی. این قاعده همینه. السلام علیکم دام الله حاجی میرزا، من از شهر دوشنبه. بسیار افسوس که ما با شهر کلاب آمدیم و شما را پیدا نکردیم. شما در پایتخت بودید. من یک زن اسلامی می باشم. مدت 5 سال می شود که در زندگی با شوهرم صاحب فرزند نمی شویم. گرچند معالجه های بسیاری گرفتیم اما یگان نتیجه نداد. من در یکی از مجله ها خواندم که با دعای عالمان دین در 5 وقت نمازهایشان یک چند زنهای از 35 بالا صاحب فرزند شدند. این را عالمان دین تصدیق کردند. برای همین اول خدای تعالی بعد شما همچون عالم دین اسلام در حق ما به فرزندان در 5 وقت نمازتان دعا کنید که ما صاحب فرزند شویم. شما در شهرهای روسیه بودید و ما ثبت‌های در آن شهر بودنتان را تماشا کردیم و احساسات ما به فرزندانتان زیاد شود. برای دعاهایتان رحمت. از نام خواهر شما شهلا. خدای مهربانی خواهر ما را هم که اخلاص به دعای اهل علم کردن و روی به سوی دعای اهل علم آوردن، خدای مهربان عالم ها هم که اعلان کردی الذین اوتوا العلم درجات، عالم های من درجه خاصه دارند، مقام معین دارند، صاحب مرتبه هستند و پیامبر تو گفت انما العلماء ورثة الانبیاء، عالم ها وارثان پیامبرها هستند. خدای مهربان این خواهر ما هم که اخلاص کرده است، محبت بسته است، خداوند صاحب فرزندی صالح و سالمش بگردانی. آمین یا رب العالمین. دادر عزیز، با اسماء حسنا، با صفتهای پروردگار، با عمل صالح و دعای اهل علم وسیله درست است. شما وسیله کنین. یک اهل علم چخیلی که این خواهر ما را وسیله کرده است که شما دعا کنید. این در اسلام درست است که ما پیشواها را، آدمای عالمایی که در خواندگیشان عمل دارند، خواندگیشان قطعی خیانت ندارند، ضرری در دین نمی رسانند بلکه عملی در دین دارند، از اونا شما خواهش کنین اینها را وسیله قرار دهین. البته درست می شود. اینم خوب است. اینم در شریعت ما و شما جایز و درست است. السلام علیکم بابای حاجی. 6 ماه زیاد ایستادن در راه سفر به نکاح ضرری دارد یا ندارد؟ بسیاری از سفرکی می شوند، مثلا 6 ماه، 1 سال، 2 سال در سفر می ایستند، از زن دورن. آیا می در نکاح ضرر می رساند یا نه؟ نه، ضرر نمی رساند. ضرر نمی رساند. فقط ضرر از ضرر دم با ضررتر این است که وقتی که تو نفقه ایشان نمی رسانی،
با گذشتن 1 سال 2 سال در بین شما نکاحتان بریده نمی شود. ولی سخن پیامبر گرامی که این لبدنک علیک حق ولی زوجک علیک حق ولی اهلک علیک حق، انا همین حدیث تو را میکشد. انا همین حدیث پیامبر گرامی حال تو را در روز قیامت و در خانه قبر و در همین دنیا حال تو را بد میکند. که پیامبر گرامی میگه بدن بالای انسان حق دارد، زن بالای مرد حق دارد، فرزند بالای پدر و مادر حق دارد. همین حق‌هایی را که امروز دادرای ما 6 ماه و 1 سال می ایستند و زنها را فراموش میکنند، پدر و مادرها را فراموش میکنند، انا همین سخن پیامبر که حق به حقدار نمیرسانیم، انا اینجا در ما و شما در پیشگاه خداوند بعد آدم خجالت و آدم در ذلت و آدم در خواری به حساب میرویم. برای این همیشه کجایی که رفتین اون یک شما فراموش نکنین که حتی برکت مرد در حدیث های پیامبر میاد از حساب زن هم میشود. شخص پیش پیامبر گرامی تعلیم میگرفت، یک جوانه، بعدا برادرش آمد نزد پیامبر و گفت ای پیامبر گرامی، آخه این دادری من دائم در صحبت توست، دائم در محفل های درسی توست، آخه این زن دارد، کودک دارد، او بگذارش رو زن کودکش تامین کند، همه این در گردن من است. گفت برادر شکایت کرد. پیامبر گرامی گفت دادری عزیز، گفت من برای تو گوشزد میکنم که انمون درآمدهای فراوانی که خدا برای تو داده است و آن ذخیره هایی که تو در قفای خود داری و امروز این امکانیتی که تو را خدا داده است که خودت هم سیری، زن هم سیر است، کودکات هم سیر است و این زنی دادر و فرزندای دادر سیر است، همه این به خاطر انمین فرزند، اینمین دادره که پیش من درس میگیرد، به خاطر این خدا تو را این داده است. فراموش نکو. گفت ببین به خاطر یک نفره خدا دیگر کس برکت میتید. برای همین بود که پیامبر گرامی یک شخص آمد گفت من چیزی ندارم، پیامبر گفت زن بگیر. دویم بارم آمد گفت آخی یک بارت از همه ماندیم، با گفت زن بگیر. وقتی در سیوم زن این شخص میگد آن چنان ثروتمند شد که حتی انسانی شد که دیگه به مردم زکات میداد. ببین خداوند به توفیل زن این مرد صاحب دولت و صاحب ثروت کرد. برای همین همون نکاح ها در وقتی که داملا ها میگن 6 ماه اگر بی نفقه بگذاری زن مخیره هست، میتواند که خودش را به یک طلاق باین حرام طلاق گرداند، این زجری است دادر عزیز. این برای آن است که یکی تو به عقلی و به فهمی نکنی، زن فقط برای یک جاگه خوابش نگیری، بلکه مسئولیت زنداری را دانی. دائم توجه و دائم فکر تو برای این زن و برای آینده های زندگیتان باید باشد. این به او خاطر است. ولی نکاحتان در ضرر نیست، ولی برای نرسانیدن نفقه تو در پیشگاه پروردگار آدمی گناهگاری. خیلی آدم وقتی نفقه را ندهد برادر عزیز یک بدبختی دارد، میگه خیر عادت است، گندگی کردن هم عادت است، ولی نفس یکی از اینها را قبول میکند. وقتی تو 6 ماه میگذرد، 1 سال میگذرد، سوم روان نمیکنی به زنت یا به فرزندات، تو را میده پروردگار دلت سیاه میکند، دلت سخت میکند، تو بیرحم میشوی، آیسته آیسته بعد در همین سین جوانیت بعد به دست یگان با نامرد دیگه کشته میشوی و دنیا را پدرود میگوی میروی. این از آفتاش دادرای عزیز. خداوند پیامبر گرامی را بین در حدیث ها میگه من لم یرحم الناس لا یرحمه الله. کسی در دنیا رحم ندارد خدا به او رحم نمیکنه. کسی زن تامین نمیکنه آدمی بیرحمه. کسی به فرزندها خرید نمیکند و هم آدمی بیرحمه. برای این آدم بیرحم کی شد خداوند به او رحم نمیکنه. شما جمله اونا نشین. شما تمام وجودتان، تمام هستیتان در بالای زنهاتان حواله کنید. جانتان برای زنهاتان تین. این اسلام دادر عزیز، این دینه که شما را تاکید میکند و عاشرهن بالمعروف. خدا میگه اینا شما با زنها زندگی خوب، زندگی نیک و همیشه نفقه ایشان باید که رسانی.
شما ننگ داشته باشید، ناموس داشته باشید که وقتی زنی تو از خانه تو برای روا خانه شونده گوید آخی چیزی در خانه نیست خوردنی، نه لباسم تامینه، نه شکمی سیر داریم. مقصد دیگه وقتی از پشت تو شکایت میکند، همین آدم ناموسدار مردنش بهتر است. در عرب ها یک مسئله، عرب ها را ببینید، میگه مرد اگر در خانه میرد اون نامرده، مرد میگه باید در کوچه میرد، مرد باید در بیرون جان به حق تیاد میگه. مراد یعنی بیرون از خانه باشد، همیشه پایبند مشغولیت باشد، کار باشد. خب آدم تا چند سعی کند برادر عزیز، شیخ سعدی میگفت در قبضه سعی هست کلیدی در روزی. ولی ببین آدم چقدر میگه سعی کند، دوادو کند، کوشش کند، خداوند رزق او را فراوان میکند. در قبضه سعی هست کلیدی در روزی. شیر از کشیش طفل به پیستان بدر آید. حتی بین میگه می طفل بین تا دم نکشد، تا همو حرکت نکند، شیر خورده نمیتواند. برای این شما کوشش کنید دادر عزیز که در پیش زنهاتون با طعنه نکند. خیلی که امروز دنیای کفر مسلمان تنقید میکرد که یک ولسفه ساز کرده نمیتونید. ببینید تمام چیز از دولت‌های دیگر میگه میخرین، چی خیلی ناموس دارین میگه، کنی میگه ترقیات شما، کنی پروگرس شما. خیلی که طعنه میکند، زنه که طعنه میکنه وقتی که چیزی نیاد میگه کجا آمد یا که نرفتی از جا کار کنی، کنی دیگه گپ زده توان، دیگه زبانت بسته است. میرزا ترسونزاده را خدا رحمت کنه میگفت به پول سخنت اثر ندارد، پول نداری گپ نمیگذرد. به پول سخنت اثر ندارد، حالی که تو داری خر ندارد. همیشه و دیگه باید او دستکت کی پر باشد. سید کاکورا که مثال آوردی، خب زنه که فرمان هم داده میتونی یا سیاست هم کده میتونی، هیچی نداری و با همین اکت تو غضب سیاست کنی قدی هیچی نمیداند. برای می کوشش کنین که انا همینجا دم گپ تان میگذرد، وقتی دستان پرای کوشش میکنین خانه رو تامین میکنین، انشاءالله شما چی هستین؟ انا بچه‌های گویم دیندار و بچهای با اقبال و بچه‌هایی که انشاءالله در پیشگاه خدا قدر و قیمت داره. سلام داملای عزیز، اگر طهارت تنگی کند، شرایط نباشد، طاقت کنی نماز را خوانی درست میشود ولی ثواب ندارد. وقتی آدم طهارتش تنگی داره، خب نمیتونه خواندن، مثال مشکل میخونه شو به یک حال زاره، همین نماز ای گردنت ساقط میشود و ولی ثوابش نمیگیری. باید نماز به حضور دل خوانده شود. میره طهارت میکنی، خوش رو طهارت میکنی و میای به حضور دل آهسته نرمک که خوب نماز میخوانی، خدا انشاءالله هم قبول هم ثوابت میتید. یکی این خیلی که طهارت تنگی داره و تو به زوری مثال نماز خواندی، اگه این نماز ثوابش دست بکش، این ثواب نداره، زیرا او در دل خودت قبول نیست. دادر عزیز خودت ایمی خواندگی ناراحتی، حتی بعدا پشیمان میشه. السلام علیکم دامنو، من در وقت نماز خواندنم بر پیش نظرم هر فکرها می آید، چیکار کنم لازم است؟ زیادتر نماز تهجد خواند دادر عزیز، برای آنکه در ذهن تو چیزی تر خلل نتید، تر در تشویش نیارد، نماز تهجد از زیادتر خوان. خیز از ساعتهای 3 بخیز از ساعتهای 4. خب شما نمازهای تهجد خوانین، از 2 رکعت تا 8 رکعت طهارت کن، نماز خوان، از پروردگار خواهش کن که خدای مهربان یگانه عبادتی که بنده با تو راز میگوید این نماز است. من در همین نماز شیطان مرا وسواس میکند، هر خبر و فکرهای زیاد در ذهن من میارد، خدای مهربان همین ها را دور کن. انشاءالله دادری از جمله کسانی میشوی که یگان فکر خیال دیگر در ذهنت نمی آید. خب السلام علیکم دامنای عزیز، بابای من یک زن خانشین اینجا ما را بابا گفته سی بود، بابای ملا خیلی می نویسن که نمیفهمیشی نیستن. بابای ملا من یک زن خانشین از ناحیه مومن آباد، با سوال من جواب گردانید.
مرا میگویند که سر شوهر را تراشیدن طلاق می شود. من سر شوهر و اعضای بدن را تراشیده ریشش را تازه میکنم. التماس جواب گردانید. در کسیتا ثبت شود من گوش کنم. پسرم در ملک روسیه است. من از قشلاق چیل دخترکان هستم. در حقم دعا کنید. خدا فرزند صحت و سلامت به خاندانت رسانه و خدای مهربان توفیق و هدایت تو خواهر و مادر عزیز را پروردگار بیشتر گرداند. ولی برای تراشیدن سر شوهر، خواهرای عزیز، مادرای عزیز طلاق نمی افتد. اینا غلطن. اینا من جمعه گذشته گفته بودم که این پیشنهادهای بعضی از گویم اگر دشمنم گویم غلط نمی کنیم. خب دشمنهای دین ما هستند که زنها در مردها خدمتگار نباشند، خب و مردها را اطاعت نکنند. ولی خواهر عزیز من خبر دادم که تو در هر یک تاری همون موی سری که از شوهرت می تراشی خداوند برای تو ثواب میتید. هر یک تارش ده. خواهر عزیز آخه این گویم یکی از وظیفه های جانی تو هست. تو شوهر اگر مثال سری او را تراشیده توانی و با آب گرم نرم کنی و خود ملایم خوشرو گیری، البته این بالاتر و بهتره. هیچ وقت طلاق نمی افتد. برعکس در زندگی شما با برکات می شود. ولی اگر کلانسال باشه و خواهش ریش ماندن نداشته باشه، ریش تراشی انجا گناهگار میشه. ریش نتراش. دلالت کن که مثال مردک ریش بمان. من بر ریش چقه نمیشم. برای ریش گجای دمی تراشیدم بگی من ریش نمی تراشم لیکن سرت می تراشم. خب خواهر عزیز خدا نگه دار. السلام علیکم اکای حاجی میرزا. ما 4 کس از ناحیه خراسان برای زیارت شما آمدیم. نسبت شما بسیار مهر و محبت داریم. در آخر خواهانیم که برای ما یک دعای خیر کنید. اینجا در بازم برادرای ما از دیگر ناحیه های عبدالرحمن جامی و از دوشنبه و از قرغان تپه و در این مسجد ما و شما مهمان هستند. خدای مهربان زیارت های همه این برادرای ما را قبول بگرداند و نمازهاشون را پروردگار را قبول بگردانی و با صحت و سلامت به خاندانشان رسانی. آمین یا رب العالمین. سلام بابای داملا. در اول از خدا تمنا میکنم که باز هم علم شما را زیادتر گرداند و عمر شما را دراز پربرکات گرداند. بابای حاجی من یک زن دانشجو و مخلص اشدی شما هستم. مرا خدا و درگاهش قبول کند. نمازهایم را میگذارم، قرآن نیز میخوانم. از شما خواهش میکنم که برای من یک کف دعا کنید. با احترام مخلص اشدی شما. بابای حاجی میرزا شما برای این مردم تاجیکستان و بیرون از وی نعمت بی‌بها هستید. آیا رخصت هست که در حق شما بیشتر دعا کنیم؟ زیرا در برابر دوستانتان شما دشمنهای زیاد نیز دارین. خدای مهربان شما را عمر دراز دهد. خداوند شما را همچو بنده در درگاه خودش قبول گرداند. خدا عفت شما را بلند گرداند. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. ما با کسی دشمن نیستیم برادر. بگذار با ما کسی دشمن هم باشد، ما با کسی دشمن نیستیم. والله که با کسی دشمن نیستیم. قسم به نام پروردگار من دشمنی ندارم با کسی، چاره هم نمی جویم. اندیشه‌های بدم در حق یک کس والله که ندارم. ولی بگذار کن خیر. گفتی حضرت مولوی نه گل بخار می روید در این باغ. هیچ وقت گل بخار نمی شود. حتمی گل پهلوش در خار داره. نه گل بخار می روید در این باغ، ملال بلبلان از دقدقی زاغ. البته هر یک بلبل با خودش زاغ هم داره. برای این میراثی هست که از پیامبرها آمدن. همه با خود دشمنهای داشتند، دشمنهای سرسختی داشتند. ولی ما فقط دعاگوی هستیم که خداوند اونها را هدایت کند، خدا اونها را توفیق دهد. خداوند آن دشمنی که اونها دارند، اگرچند که دشمنی اونها هیچ معنی ندارد، خداوند در جایی که در خانه اونها دشمنی اهل علم جا کردی، اون خانه را ویران کو، اون خانه را به یک
خانه محبت و به یک خانه احترام پروردگار رو مبدل بگردانی. آمین یا رب العالمین. ما از شما همیشه خواهشمان همینه دادر عزیز، شما در نمازاتون اگر لایق باشیم در حقمان دعا کنین، همیشه دعا کنین. ما همیشه احتیاج به دعا داریم. وقتی حضرت عمر رضی الله عنه اراده حج عمره کردن پیش پیامبر آمدن، گفتن حضرت، گفتن من اراده حج دارم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن یا اخی لا تنسن من دعائک. حضرت عمر گفتن وقتی به زیارت خانه کعبه که رفتی و مشرف شدی، پیامبر را در دعات فراموش نکن، تو در حق محمد دعا کن. حضرت عمر گفتن این چیزی که پیامبر از من خواهش کردن برای من از دنیا و آنچه در دنیا بود محبوب تر بود. برای من وقتی پیامبر از امت خود طلب دعا میکند، چرا ما طلب نکنیم؟ چرا ما خواهش نکنیم؟ برای من همیشه دادرای عزیز اگر یادتون زدیم دعا کنید، انشاءالله فراموش نکنید که پیامبر گرامی گفت است که اذا دعا الرجل لاخیه بظهر الغیب قالت الملائکه ولک بمثله. اگر شما در حق یک برادرتون که وای نیست در پیشتون، در غایب شما یعنی در پیشتون نیست، وای نمیشنود، ولی شما وقتی در حقش دعا میکنین، پیامبر گرامی گفت که ملائکه های دارد پروردگار که همون دعایی را که در حق برادر کردی، همون دعا را ملائکه ها در حق شما میکنند. برای شما اگر دعا کنین، هر دعایی که کنین، بد کنین دعای بد بگیرین، دعای نیک کردین، خدا دعای نیک از جانب ملائکه ها به شما میرساند. السلام علیکم اکای حاجی میرزا، من یک برادر شما از شهر کلاب. من دیروز پیش در خوابم شما را دیدم که با همراهی شما در توی معرکه ها امر معروف کرده ایستاده ایم. در همین خواب من جواب دهید، زیرا که من نه روزه دارم نه نماز. انشاءالله اینم خدای مهربان شاید سبب هدایت شما کند دادر عزیز، که اگر من راستی بار خود من اهل علم گفتند غلط نمی کنم، ولی عالم و ولی داملا گفتند شهر میکنم، ولی وقتی که یک اهل علم شما در خواب میبینین، انشاءالله اینم از همون تینت پاکی تو خبر میتید، اینم از همون وجود خوبی تو خبر میتید که یعنی وجود تو قابل هدایت هست. برای همین دادر عزیز وقتی که در خواب دیده باشی که پند و موعظه و با اهل علم سیر و گشت داری، این اشاره به اون است که تو دنبال اهل علم ده باش، تو به مسجد برو، تو نماز بخوان، خدای مهربان شاید از تو بنده خوب را در آینده انشاءالله پروردگار مهربان نصیب روزیت بگرداند.